سلام دوستان، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از آرلکرافت. خب میدونین که قسمت پیش اصلا خوب نبود و همش داشتیم میمردیم. الان قرار خودم بکشم چون این قسمت رو من حواسم نبود که ضبط نکرده بودم، این دکمه ضبط رو نزدم. الان من بدم و بکنم. الان آیتمام ریخته ها، یعنی از بین رفته، یعنی مردم از بین رفته. جفتشون رو بکنم. خب یکی منو بکشه، امیدوارم که منو کشت یه جای خوبی اسپان شم، از همون اول ضبط بشه ویدیو. خب خوبه، رو خشکی هستیم و اینا پشم میده. ایول یاد آمد، امیدوارم صدایی هم میده. یه کلیکای موسم رو دارم واسه این دارم هدر میکنم. ای میره دیگه. ای دو تا داد. ایول نه هدر نکردم. کوئی که دمه بودی لود نشد. آخه چرا باید بیام اونجا؟ همیشه ایول. حالا کار همیشگی 2 ثانیه طول میکشه. تو خدا همین هم گرد. ایول گلینت بزن. حس میکنم شروع خیلی خوبی قرار داشته باشیم اگه اینجا. ایول انداخت. خب حالا این و این یه دونه فیلینت عکسی بده، عکس فیلینتی. خب اینا دیگه نمیخواد توضیح بدن یه قرار چی کار کنم، چون تو قسمت اول همینو گفتم دیگه. از اینکه من فقط میخوام چرا علامت برف بیاد من یخ بزنم. یا عباد پس یا عباد پس به طرف نریم. تو قار گرم تره. آره مشکل ندارم، فقط هم گرم بمونم. خوبه حرارت رفت بالا. این مال چیه؟ الان مگه شب نیست؟ یا بابا دیار پردازیه. شبه. ای دهنش سرویس. ایول کجی ویلیج نیست. ویلیج نیست. خالی ادامه راهمون. گوشتش ایشالا افکت که نمیده. نه خب دیگه الان دیگه بس شب شده باشه. ایول حاجی چیزی هم اتفاقی هیچی نیفتاد. فقط چی میخواد؟ یه بیل میخوام. فقط چی؟ یه بیل. الان بهتون میگم برای چی. خب یه دونه شاول میسازیم، اینجا یکم صاف میکنیم و بیسمون میسازیم. خیلی هم عالی دیگه، امنیت بسیار بالا.
نمیدونم شاید بشه اینها رو رام کرد. از اینا میخورین؟ چی میخورین شما؟ چرا فرار کردی؟ آهو چی میخوره؟ آهو بلوط میخوره؟ ندیم منطقش این نیست که بلوط بخوره. چی میخوره؟ بزن ولش کنم. خب حیوانای زیادی هستن بر رام کردن. من نمیخواد آهو باشه. اوپس یا خدا حاجی چقدر فرز بودم. دارم میگم خب یکم درختا دور تا دور زدم. حالا بیام یه بیس مینی بیس البته بیام بسازم که هم از دورتر بشه دیدش، همین که امنیت داشته باشه. خب انقدر ایول خودش درخت کشت. عجب چه جالب. ده آلکرفت دیگه منطقیه که درخت بسازه. خب خب لایه اولم میخوام خاک بسازم، لایه دومشو چوبی بسازم. چوب کم آوردم باز من چوب بزنم. گوشتم البته کم دارم و زامبی ها نگاه کنید داریم یه سمت. بیافروش. نیافروش. اوه لول داد اصلا حواسم نیست. برو بالا. عالی. خب یکم درخت رو بزنم کلن بهتره کلن، چون اینجا ماب اسپام میشه و از هر نظر بهمون داره کمک میکنه اگه درخت رو بزنم. خب میخوام یه حرکتی بزنم. چند تا انگار بسته کمک های اولیه انگار هم بسازم اینجا. 1 2 اینا باید ارتقا بدم به بعدی. برم سنگم جمع کنم. خب حالا اینا به تبدیل کنم به کابلستون و اینها رو ارتقا بدم یه جورایی. خب دو تا بنزم داخل. 2 تا عکس میخوام و حس نمیکنم چیز دیگه لازم بشه. جفتشون به شدت داغونم. بذار یه دیگه بسازم. ای خوب بود واسه الانم بردارم. حداقل خوب واسه چیز بدی نداره. بریم یه درم بسازیم. 2 تا در میده. خوبه بد نیست.
یه دونه واسه اینجا پر کنم و یه دونه واسه از این طرف. هم بخوریم. میتونم فرنس ای خدا باز ببرم کردم. خب اینها رو تبدیل کابلستون تبدیل به فرنس. امیدوارم که بشه اینا رو پخت. ایول بنازم غذامونم تموم شد که داره شب میشه. من بیلدم تموم نکردم، اصلا اشکال نداره. یه دونه از اینو بخورم. اوه ایول هست 2 هم میده. هست 2 یا هست 2 مهم نیست آقا. بعدا یه حرکتی میزنم که تک تک اینا هم معنیشو مینویسم توی چیز ادیت که هم شما هم زبانتون خوب شه هم خودم. هر وقت میخواین چوب بزنین تو راستا قطرش وایسین. ایول چیزه چوب جانگل چوباش یهویی کنده میشه. نه بذارین یه چک بزنم. نه کلی کنده نمیشه. بد شد که اگه میشد خیلی خوب میشد، یعنی خیلی بهم کمک میکرد. اینا هیچ آسیبی به شما نمیرسونن. بذارین یه فکری بهم رسید اینو دیدم. این گلا اینجا رو گلا اینجا بکنم. وایسا. اپس برم گوشت دیگه مفت که نیست. بدبخت خوشتم واسه گوشتش. من که حیوان آزار که نیستم. ایول زغال ایول. آخ خدا بهم کمک کرد، بگم خودم نمیخواستم بندازم پایین. یه دونه او دیگه در حد یه دونه تورچ میشه که میذارم. اوپس حاجی یادم اومد تازه باز من کاغذ پیدا کنم که اصلا نمیصرفه به نظر خودم. یا فعلا همین کار انجام بدم. اوه افتضاح تاریک شد. خودم هیچ نظری ندارم واقعا کار کنم مگه اینکه فعلا اینجا رو باز کنم. همه اینا بریزم داخل. یه جورای شروع خوبی بود دیگه به نسبت به قبل. الان قراره برم چیکار کنم؟ اول اجیلیتیمو 2 کنم اگه یه وقتی تیرکمون دستم اومد بتونم به راحتی ازش استفاده کنم. از اونجایی که فعلا گوشتام کمه یه خودکشی ریز نمردم.
یه خودکشی بزرگتر. عالی. خب حالا که هم گوشتمون جوره، هم همه چیزمون، از رو سلاح‌های پشتیبان استفاده کنم. برم گشت و گذار. خب چند تا بلاکم بردارم. چیلی بریم. آخه چقدر بدم میاد از این مه صبحش، واقعا افتضاحه. یعنی جلوتو نمیتونی ببینی. الان اسکلتون باشه اون میتونه منو ببینه، منو بزنه، ولی من نمیتونم اونو ببینم. اون چیه؟ دوست دارم بدونم. نمیخوام بدونم. بیشور رو باید بزنم. یه اگه روتونه برگردونی بهتون دمیج میده. حالا داشته باشن. آجی کلی داد. کلیو من تبدیل کنم به چیز، بعد با یک فلاور فکر میشه کلی بود ساخت. کلی بود چی؟ کلی باکت. خب برم ادامه گشت رو بذار. حس میکنم لول بیشتری میدیم. ماینینگ هم میخوام همه برسونم اول به 4 که اگه یه وقت آیرون این چیزی دیدم. خب بنازم زود. حاجی در اینو ببندم اصلا معرکه میشه. نمیدونین چقدر این فارم خوبیه. یعنی من یادمه تو سرور که داشتم بازی میکردم با دوستان، این یک لول خیلی بالایی بهم داد. خب اینو برداریم. قسمت چی رو گفتم یا حالا بریم. دسترسی به همون ندارم. همین الان اینا برم بالا. خب دمم گم، مغزم کشید، گرفتم خوابیدم. نبکنم بی تربیت. خب سید خوبی چهوی نمیر یا اول فضل نزنی. برو گم شو. یا اول فضل. یا خدا من میرم من دیگه نمیرم. طاقت نمیارم. باید بمیریم دیگه. چشم سگه داریم. حاجی باز مغزم کار کرد. این صحبت اون لحظه مغزم خیلی کار کرد. من که دارم میمیرم از آب دارم میمیرم.
چرا همینطوری داره مشکل میده؟ دهنش خودشونم دارم میمیرن. خب ماینینگ بردم بالا، فند بردم بالا. خب دیگه کارش نمیشه که آقا، خونه همینه. بزن از این زاویه ببینمش. افتضاح درست میشه، مشکل نیست. چون الان هیچی نداشتم، فقط می‌خواستم یه چیزی باشه که سخت داشته باشه مثل این. خب دیگه اتمام ویدیو دیگه. این همه پیشرفت اصلا از منی که قسمت اول به راحتی مردم و قسمت دوم میبینین که هم جبه پشتیبان دارم و آره دیگه تختم نمی‌کنیم بالاتر از سطح، یعنی در هر صورتی نمیخوام بمیرم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین. مطمئنا میدونم احتمال زیاد به بقیه فوروارد نمی کنین، توقعی هم نیست خود، چون هنوز اول شروع یوتیوبمه. ولی در آینده اگه باز اومدی این ویدیو دیدین، یا کنین من رفتم آینده حال کردین. اگه اومدی این ویدیو دیدین حتما به دوستاتون منو معرفی کنین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.